ما از سال 2012 تا این جانب همین در بنگاه سلامتی دهه لاله‌زار کار را فعالیت داریم. حالی این دهه 1263 نفر می باشد. شرایط بنگاه سلامتی هم ما قدر خونده، لیکن ما با وجود این وظیفه اصلی خود را اجرا کرده ایستادیم و خانه های مردم رفتن خدمت طبی کرده ایستادیم. کمیزاتیم این دیوالی داریم اینا شرایط خونه و داریم و اینا بونگامون میچقدر بولمون لیکن رحمت به همین دختری مو همین دختری نوحیه مو که همین ما را شب روز ما تلفن میکنیم دستگیری میکنه میره برا و کلامون میکنه سری وقت کسالیمون نگاه و بین میکنه اینا راه ما را دیدی که شرایط اینه قره قیمت چی دست بنزین گاز نمیتونیم که کسالیمون ما یگون جو بریم. شرایط همه چول شوام بگه میاد روزام بگه میاد همه وزمینی همه در سر این دختره این چولی مالی که تو قرآن میبری میگردی میای تو رایون بخش میره میای که همه دختره همیشه سوده همه را یوردم میکنه چند قشلوخه اینا همی یوردم میکنه این وضعیتی کرناویروس وزمین بودی حد سولده یوردم اون که خستت باشده خدا برکتش ده.